سلام دوستان عزیز، به تونل وحشت خوش اومدید. امیدوارم که حالتون خوب باشه. براتون چند تا ویدیو آوردیم از دوربینای مداربسته. 3 تا از ویدیوها مربوط به همین امسال سال 2024، یعنی ماه دسامبر، ماهی که توش هستیم، و چند تا ویدیو هم که ویدیوهایی هستن که از قبل ضبط شدن، حالا مال سالهای گذشتن. توی یکی از این ویدیوها قراره یک روحی رو توی بیمارستان ببینیم، توی اتاقش که هست، ولی خب پرستارا و دکتران میرن میان، ولی روح اونجا همچنان وجود داره. گفتن روح یک پسر بچه است که دیده شده توی دوربین مداربسته شد. توی ویدیوی بعدی هم تسخیر شدن یک پسر کوچولو رو داریم که پدرش از اون اتفاق فیلم گرفته و گذاشته. اون روح هم عکسش تو آینه افتاده و پسره از اون اتفاقی که براش افتاده خیلی خرسنده و خوشش میاد. یه ویدیوی دردناک هم داریم از فوت شدن یک دختر بچه جلوی در مدرسه، اما روح این دختر همچنان توی کلاسشون هست. معلمش این قضیه فیلم گرفته و گذاشته و به احترام روح دختر، صندلی این دختر توی کلاس درسش همچنان خالیه. بریم ویدیوها رو ببینیم و قول میدم که خیلی زیاد وسط ویدیو صحبت نکنم. خیلی تو کامنت گفته بود که توی ویدیوهاتون خیلی حرف میزنید. دلیلش اینه که مجبوریم این کار رو انجام بدیم، به خاطر اینکه یوتیوب به شدت به قضیه ریوز کانتنت و کپی رایت و اینها حساسیت داره و اگر نخوایم زیاد صحبت بکنیم نمیتونیم ویدیو بذاریم توی کانال یوتیوب، چون که خب پخش نمیشه. خلاصه اینکه پیشاپیش عذرخواهی میکنم و امیدوارم که دلایلش رو درک بکنیم. بریم تا این ویدیو رو با هم دیگه ببینیم دوستان. تونل وحشت. خب برای اولین ویدیو میریم سراغ بیمارستانی که توش روح پسر بچه کوچیک هست. توی مالزی یا توی تایلند این اتفاق افتاده و توی دوربین مداربسته است که با گوشیشون ضبط کردن و گذاشتن، ولی با فلش من نشون دادم اون روح رو تو اتاق. بریم با هم دیگه ببینیم. اینجاست بچه ها، میبینید من با فلش مشخص کردم یه روح، حالا یا پسر بچه است یا مرد هرچی، اونجا وایستاده. حالا یا منتظره که جون کسی در بره یا اینکه نه همینجا وایستاده. و دکترها و پرستارا میان و میرن، اما اینجاست میبینید از روش رد میشن کامل. ببینید دکتر رد میشه و پرستاری میاد میره، حتی دستش هم میخوره به سرش، ولی ببینید رد میشه از سرش. همین خیلی تعجب آوره واقعا. البته خب میگن که توی بیمارستان ها روح‌های سرگردان خیلی زیادن، چون خب افراد زیادی تو بیمارستان جونشون از دست میدن. حالا توی این ویدیو هم که میبینیم وایستاده اونجا، هیچ حرکتی هم نمیکنه و حالا برای چی اونجا وایستاده من نمیدونم. توی ویدیوی بعدی بچه‌ها قراره بریم سراغ پسر بچه‌ای که توسط حالا یا اجنه یا ارواح تسخیر میشه، یا اینکه اونها رو میبینه، باشون ارتباط داره، ولی نکته جالبش اینجاست که خوشش میاد از این ارتباط، میدونی، و پدرش هم میگه این خیلی خوبه، ولی خب پدرش از این صحنه فیلم برداری کرده. چشما و صورت پسرم توی حین فیلم تغییر میکنه، اگر ببینیم توی ویدیو کاملا مشخصه. بریم ببینیم ویدیو رو با هم. اینجا صدا میاد، ببینید که یارو اینجا دیگه از خواب بلند میشه، دم صبح هم هست. میگه شنیدی؟ میگه آره. پسره رو ببینید چهرهشو خیلی خوشش اومده، ببینید یعنی تغییر کرده کلا. و اینجا صبح، دوباره صبح همون روز پسر داره بازی میکنه و این صداها هم همچنین میاد. پدر اینجا شروع کنه به فیلم برداری. اینجا رو خیلی دقت کنید بچه‌ها، ببینید چیزی میبینید شما توی آینه. من صحنه رو آهسته کردم که کامل میتونید با هم دیگه ببینید. دقیقاً اینجا ببینید داره فیلم برداری میکنه. توی آینه یک لحظه یک چیزی، صورتی پیدا میشه و میره. ببینید احتمال داره حالا مادرش باشه، چون به کوچیک سال نمیخوره این چهره که تو آینه
و پسرم کلا تغییر میکنه همه چیز، یعنی دوست داره این ارتباط رو. احتمال داره که اون روح رو میشناسه. چشماشو میبینید پسرم رو سیاه شده، ببینید. و پدرش گفته که پسر من رفتار عجیبی نشون میده وقتی که این اتفاق میفته. پسر داره میگه این خوبه. و کلا حالت چشمش و اینا تغییر کردن، اگر ببینید. و همچنان صدای میاد. میریم سراغ ویدیو بعدی که یک جستجوگری رفته توی یک محوطه جنگ زده که توی سوریه است فکر میکنم، و بریم ببینیم که اینجا چه چیزی میبینه. تا اینجا چیزی پیدا نمیکنه. خب اما اینجا یک لحظه اتفاقی میفته که دوربین بر میگرده. من اینجا صحنه‌شو آهسته کردم که بتونید با هم دیگه ببینیم. روح رو قشنگ میتونید ببینید بچه‌ها. دوربین اینجا بر میگرده این لحظه. خیلی از این روح‌های سرگردان هستن تو این جنگ و این اتفاقاتی که افتاده. مردم بی خودی، ببینید اینجا رو حرکت میکنه شی سفیدی. و خب ببینید اینجا من فوکوس کردم، دقیقا اینجاست و این خیلی تعجب آوره. البته خیلی زیاده از این ارواح سرگردون فعلا در حال حاضر. ویدیوی بعدی مربوط میشه به سال 2024، همین ماه دسامبر که الان توش هستیم و کریسمسه دیگه، نزدیک کریسمس هستیم. یه شخصی گفته من برادرام اومدن خونمون برای مهمونی و شب خوابیدن داخل سالن روی مبل و دوربینی که داخل اون سالن دارن یه سری چیزها رو شب ضبط میکنه که بریم با هم دیگه ببینیم. حرکات خیلی عجیب و غریبی اتفاق میفته روی اینها که خب دست و پاشون نیست 100%. بریم ببینیم که چیه، یا شما اگر میتونید حدس بزنید میتونید توی کامنت ها بگید که چه اتفاقی افتاد. خب اینجا بچه‌ها میبینید که خب داره یه سری حرکت ها تو اتاق صورت میگیره. ببینید پاهای اونی که خوابیده رو میبینید، دوتا پاهاشو پایین، پاهاش حرکتی نمیکنن، دستاش هم سر جاشن، ولی نگاه به صورت همزمان چندین جای پتوی شروع میکنه به حرکت کردن. و دوربین تشخیص میده جاهایی رو که حرکت صورت گرفته. ببینید سبز رنگ مشخص میکنه. دوربین حساسیت داره به حرکت و ضبط میکنه. ببینید و اون پتوی روی پسرم همچنان داره تکون میخوره، ولی خودش نیست، خودش خوابه. و بالاخره آدم وقتی تکون میخوره مشخصه تا اینکه بخواد پتو تکون بخوره. توی ویدیو بعدی بچه‌ها که مربوط به فوت یک دختر بچه جلوی مدرسه‌شه که تصادف میکنه، اما به گفته معلمش روح این دختر همچنان تو کلاس درسشون هست و یه صندلی هم براش خالی گذاشتن. قبل اینکه ویدیو رو ببینیم یه موضوعی رو میخوام بهتون بگم، اونم اینه که معلم‌ها توی کشور حالا یا آمریکا یا اروپا نمیتونن بیان ادعا بکنن که چنین چیزی توی کلاس ما اتفاق افتاده. اگر چنین ادعایی رو بکنن باعث ترس و وحشت میشن و خب اینها اخراج میشن از کارشون. اما وقتی یک معلمی میاد با این صراحت فیلم میگیره، صحبت میکنه و میذاره، و همچنین فیلم تصادف دخترم هست که من براتون گذاشتم که یک رهگذری گذاشتهش و 100% این موضوع هست، چون معلمه با صراحت اومده گفته و توی مدرسه صندلی اون دختران هم براش خالی گذاشتن. بریم ویدیو رو با هم دیگه ببینیم. I'm just finishing معلم میگه خب من کارم up تموم کردم، دارم decorations ترتمیز میکنم که for the برم. students when they get back. I was on the smartboard. خب نشون بده که اون گوشه روی مانیتور یه سری اتفاقات میفته که این معلمی میبیندش. حالا جلوتر میخوایم بریم ببینیم. اینجا داره میگه آقا منو همتون میشناسید و من و سرایدار فعلا در حال حاضر اینجا هستیم. خود معلمم تعجب کرده یه مقداری. اینجا میخواد نشون بده واقعا چه اتفاقی میفته. کلاس اول نشون میده که کلاس خالیه، کسی توش نیست و بعد شروع میکنه به توضیح.
Do you see? پشت سر معلمه رو ببینید. Do you صندلی see? خالیه، درسته؟ حالا صندلی ببینید با دوربین جلو، سایه یه دختر بچه اونجاست. حالا یا بچه ببینید نشسته. تصادفی که اتفاق افتاده و لحظه که جنازه دختره رو میبرن و یک شخصی اومده ضبط کرده. من براتون بذارم اینو. خب اینا دارن میگن چه اتفاقی افتاد. جنازه دختر رو اینجا جمع کردن اون افراد و گذاشتن پشت آمبولانس که ببرن. این صحنه تصادف دختره بود. من صحنه کاملش رو بچه براتون نتونستم بذارم، اما اون صحنه که مربوط به بردن دختره رو گذاشتم چون خب لیمیت میشه ویدیو، نمیتونیم بذاریم. ولی اینجا معلمه قشنگ نشون میده که یک سایه بچه اونجاست روی اون صندلی. بقیه صندلی چروش میبینید، روی بقیه صندلی چیزی نیست، فقط اون صندلی هستش که چنین چیزی رو داره. پشت سرش هم خالیه. و ببینید همچنان هست. توی ویدیوی بعدی که کاملا واقعیه، یک گروهی رفتن یک خونه ای رو اجاره کردن که اون خونه توش روح وجود داره. اینجا هست خونه هایی که توشون 100% روح وجود داره و اون خونه ها رو باید اجاره بکنی و میتونی همراه یک مدیوم بری و اون خونه رو بررسی بکنی. تجهیزات الکترونیکی که نشون دهنده سیگنال های اون ارواح هست توی اون خونه موجوده و شما میتونید اونها رو ببینید یا بشنوید که چه سیگنال هایی میدن. ببینید دوربینا رو. و اینجا داریم که تو همون روحی هست که رو پله ها بودی. ببینید پر دستگاه تو همه جای این ساختمون که نشون میده سیگنال ها رو. پر دوربین و دستگاه. ولی خب یه چیزی رو اینا اینجا مشاهده کردن، دارن ازش فیلم میگیرن. اینجا دارم میگیرمش. هرچی از تو طبقه بالا و پله هاست که رو به پایین ختم میشه اینجا. و اینجا خشخش میکنه، شروع میکنه اون دستگاه اسپریت بوکسشون شروع میکنه به شیر کردن. توی این ویدیو مادر بزرگی که نوش میاد خونش، اما پدر این پسر فوت کرده چند سال قبلش و برای همین امسال هم هست این ویدیو، این قدیمی نیست. میاد پیش مادر بزرگش و جالب اینجاست که روح پدر خودش رو میبینه توی خونه و برای مادر بزرگش تعریف میکنه. ببینیم اینجا میشه که تو خیلی بامزه‌ای، من نمیتونم تا تابستون صبر کنم که برم بیرون و باهات بازی بکنم. و اینجا شروع میکنه به دیدن. ببینید به مادر بزرگ میگه که یه چیزی داره میاد. میگه خب کسی؟ میگه آره. قشنگ نشونش میده، میگه تو اتاق غذاخوریه، حالا سالن غذاخوری. مادر بزرگ اینجا خود به شوخی میگیره، بچه رو بلند میکنه، میگه بریم بهش بگم بره از اینجا. بچه مصر و جدی داره میگه نه این اینجاست. ببینید مصر داره میگه این اینجاست. ولی اینجا دیگه مادر بزرگ خودش واقعا میترسه، یعنی بچه میگیره میگه بریم و به نگاه چه تون میره بهش میگه تو داری منو میترسونی. حالا بحث بوگی ای شد، مادر بزرگ متوجه شده. چشمهای حشره ای. خب دوستان عزیز، ممنونم که ویدیوهای امروز رو دیدید و تشکر میکنم که ما رو دنبال میکنید. سعی میکنیم که ویدیوها رو بهتر بکنیم. یه مقدار سخت پیدا کردن ویدیو توی این سبک، توی این موضوع
که تکراری نباشه، واقعا کار سختیه و خب خیلی از ویدیوها رو ما با اشتراک میگیریم. ممنونم به هر حال و ازتون میخوام که کانال رو دنبال بکنید، سابسکرایب کنید کانال اگر این سبک خوشتون میاد و حتما کامنت بذارید، نظراتتون رو بگید. اگر دوست دارید که ما توی همین سبک کار بکنیم که خب نظرتون رو بگید. اگر دوست دارید سبکمون رو تغییر بدیم باز هم میتونید نظر خودتون رو بگید، ما بر اساس همون پیش خواهیم رفت. موفق و پیروز باشید دوستان عزیز، روزگار به کامتون. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار.